این همه خوش تیپ یه جا ندیده بودم. من تو این مدت کجا بودم؟ 2 ماه از آخرین ویدیو یوتیوب میگذره که رفتیم. حالا من یادم نمیاد چیکار کردیم مثلا. حالا میگذره حدود فکر کنم 68 روز میگذره از اون ویدیو آخر. باید بگم که به این ویدیو خوش اومدی. امروز قراره یه ویدیو جدید رو ببینی. تو این ویدیو قراره بهترین بیلدر این سرور رو ببینید. منم بهترین بیلدر رو، فکر نکنید کسی دیگه، من بهترین بیلدرم. سابسکرایب یادت نره. بریم سراغ ویدیو. همه خوشتیپ یه جا ندیده بودم. خوشتیپ تازه میکروفون روشن شد. میگه خونه بکشید. اوکی. ببین خونه، من ایده‌های زیادی دارم. خونه ها. خب بریم خونه بکشیم پس. بازم معرفی میکنم کاری از ثابت شدم. دراشو بذاریم. به به مثلا نگاه استیل گنگو. نمیتونم تقلب کنم این چی دارن میکشن. خب 2 دقیقه مونده، ما 2 دقیقه بگذره بیاییم. یه خونه از ما خونهایی که اینا دارن میکشن از من مزخرفتره. یعنی من الان ثابت شدم که بهترین بیلدرم. که با تاچ ویدیو میگیرن واقعا سخته. یعنی من الان موس کیبوردم متاسفانه حالا مشکل از خودم، حالا اوتوجی ایتیجی چی هست خراب شده، اصلا نمیتونم کاری کنم. واقعا خیلی سخته اصلا با تاچ. خونه منه که خونه من 100% جز اولین ها میشه. بهترین خونه عمرشونو که اصلا ندیدن. لجند رفنم. این خونه رو نگاه کن. به اصلا این از منم بدتره. من بازم بهش لجند میدم. اینا مثل خودم لجندن، واقعا هم لجندن. خونه بعدی این لجند تره. اصلا این عالیه، لجنده، واقعا هم لجنده. به از خونه رو 3م شدم من. خود دلقه که من به شما رأی دادم که به من رأی پاچم و میگه موبایل بکشید. خب بریم موبایل بکشیم. کن بهترین گوشی ساختم. واقعا خیلی خفنه. این چی ساخته؟ این بدک نیست. من اوکی رو میدم بهش. چرا اوکی؟ که اوکیه واقعا. خوده این خونه ساخته. این به این لجند میدم. این واقعا لجند خونه ساخته. ایول لجند بدید، لجند بدید. اول بیفتم. این اینستاشه، این تلگرامه، این یوتیوبه، اینم. 2م افتادم بالاخره. نمیدونم چرا اول نمیافتم. چرترین بیت اول میفته. نمیدونم چرا. پشمام دارم با تاچ 9 تا CPS میگیرم. نگاه کنید با تاچ. هیچ وقت فکرشون نمیکردم با تاچ اینقدر CPS بگیرم. آقا تاپلند این آریان نمیدونم چرا همش تکراری میفته. الان میگه بازم موبایل بکشید. من موبایل بازم تکراری میکشم. این با موبایل رو نمیکشم، این با آریان رو میکشم. خفش سیاپوست. داشتم آریان سیاپوست رو میکشیدم. از سرور بک خوردم. کارمو نمیخواست آریان سیاپوست رو بکشیدم. خفش سیاپوست. آریان جان عوض کن. تایتلای چیز عوض کن. تکراری نکشم به مولا. همش تکراری این چیزا. من الان نمیدونم. عوض کن دیگه. بیشور. آریان بچه سیاپوسته. خب
خب 6 نفر اومدن. چی بکشیم؟ چی؟ کاستی؟ بابا باریکلا. کشتی من آریان سیاه‌پوست میکشم به جای کشتی دلغک. همش اینا تکراریه به خدا. من قبلا پلی میدادم چیزشو، همش تکراریه. یه چیز خوب نمیارم، یه سیاه‌پوستی از در بیارم من. خب ببین آریان فقط چشای سفیده. الان چشاشو بذارم واسش. این از این چشاشه. دندوناش هم بذارم، دندوناش سفیده متاسفانه. ناکن اینقدر آریان سیاهه که من اصلا نمیبینمش. آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ هم آریان اینقدر سیاهه. خب عوض کن این چیزاتو. چی همش تکراریه؟ آریان سیاه‌پوست تو کامنت ها. اصلا آریان سیاه‌پوست باید اول بشه. اگر اول نشد واقعا هم باید اول بشه. اصلا آریان سیاه‌پوست اول. خب این کیه؟ نفس عشقم. آقا تو این گیم یه نفس هست، این دلغک رفته نفس رو کشیده. من بهت لجند میدم جو که نفس ندادم بهت لجند جو که نفس دوست داشت. فکر کنم ریلش بود، نمیدونم چیکارش بود، اصلا من نمیدونم. 12 سالش بیشتر نیست طرف. خب این منم. ببین به من آقا، من جو که آریان سیاه‌پوستی کشیدم باید نمره خوب بدید واقعا. اصلا ندید من واقعا. این چیه الان؟ این کشتیه؟ این واقعا لجنده به نظر من. لجند خوب میده. من اصلا نمره بد به کسی نمیدم. مثلا اینو نگاه کن، این بده مثلا. این چیه؟ من بهش بد میدم چون که بده واقعا. بد صفره اصلا. خوب سوم افتادم پشمام. فکر کن بدترین بیلد آریان سیاه‌پوست سوم افتاد. حالا من بگم آریان شاید خیلیاتون نشناسید. و آریان کیه؟ آریان اونر سرور تاپلنده که بخاطر همین میگم آریان. حالا گفتم که بعضیاتون نمیشناسیدش، اصلا کلا نمیدونه کی است. حالا بگذاریم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو همراه بودید. واقعا عشقید که این هر کامنت میذاشتید واسه من کجایی هستی، چرا ویدیو نمیذاری. و خلاص این که بگم عشقید. لایک کامنت حتما یادتون نره تا ویدیو بدرود. اگر از این ویدیو دوست داری، یعنی دوست داری حالا این ویدیو دوست داری، لایک کن کامنت. بچه توی دیسکریپشن همون توضیحات کلی ویدیو خفن اونجا هست، میتونید برید تماشا کنید. خداحافظ.